ما شما روی مای کامپیوتر رایت کلیک میکردین، بخش منیج، این بخش برای ما و شما دیوایس منیجر رو که بخوندیم دیسک منیجمنت رو کار میکنیم. دیسک منیجمنت میتونین تغییراتی که مربوط به خود درایو ها شما هست اینجا اجرا کنید. اگر یاد شما باشه ما یک جلسه گفتیم که فولدرها یا فایل ها چگونه هاید میشه، اون موضوع خوندیم و گفتیم که درایو ها هم قابلیت پذیر داره که اونا رو هاید کنیم. اونا رو از کجا اجرا میکنه؟ ما اگر فعلا بیایم روی مای کامپیوتر، روی مای کامپیوتر بیایم، یک درایو سی دارم و یک درایو دی دارم. همونا رو اینجا هم برای من نشون میده که من درایو سی دارم و درایو دی دارم. و هر کدوم مشخصات یعنی اینجا ذکر شده که چند جی بیه و هلت از چی قسمت. اگر خواسته باشم یکی از اینا رو پاک کنم نمایش نده، میتونم اجرا کنم. متوجه باشین روی درایو سی خوی کار تکرار نکنین، انجام ندین. روی درایو دی اگر می بیایم رایت کلیک کنم، change drive later این گزینه رو کلیک کنم، برای من یک صفحه وا میکنه. خب میگه که درایو دی شما انتخاب کردین. من میگم ریموو کن، میگه آیا مطمئنی؟ میگم بله و یک وارنینگی هم برای من میده که ممکن بعضی چیزا از بین بره. میگم خب پروایی نداره، یس. خب حالا اجرا شد. ما بیایم اینجا درایو دی خور ندارم، فقط یک درایو دارم، درایو سی. درایو دی من نی اصلا. متوجه باشین که از هیچ جای دیگه ما و شما نمیتونیم درایو خود پس برگردونیم جز ای که بیاین روی مای کامپیوتر رایت کلیک کنیم، بخش منیج بیاین و بخش دیسک منیجمنت. اینجا میبینیم که شما درایو سی دارین و یک درایو دیگه بدون نام داریم که 117 جی بیه. اگر خواسته باشین این پس برگردونین باید روی از این رایت کلیک کنین، پس بیاین change drive later رو بزنین و این قسمت آلی هیچ درایو انتخاب نشده، بیاین کلید add رو بزنین. برای میگه با چی حرفی میخواهید اساین کنید. حروف زیاد آورده. خب مطمئنا ما باید دیر انتخاب کنم. یک زمانهای شما اگر حرف دیگه انتخاب کنیم شاید فرمت کنه درایو شما رو نشون بده. من پس درایو دیر انتخاب میکنم، اوکی میکنم و حالا اگر بیایم درایو دی خونم دار. این فایل داخلی هم خالی میکنه، خود میکنه؟ نه دیگه فعلا خب هسته. هسته همه چیز هسته. خب میبینه اینقدر پوره. بعد یک زمانی اگر شما رایت کلیک کنین بیاین فرمتر بزنین پاک میکنه، یا بیاین دیلیتر بزنین پاک میکنه، یا زمانی که پسورد میگردانین اد میکنین حرف ازیر به جای حرف دیگه حرف انتخاب کنین ممکن پاک کنه. باید یاد شما باشه که همه درایوی که شما هاید کردین حرفی پاک کردین چی حرف بوده، حرف دی بوده، ای بوده، هر حرفی که هست همون رو انتخاب کنین که پس بیاره. یک زمانهایی البته ای هم همیشه نیه که شما حرف تغییر بدین پاک کنه، گهگاهی پیش میآید. و همون خاطر شما اطمینان خود داشته باشین اگر شما 10 تا درایو دارین اینجا میاین درایو ایفر پاک میکنین، پس که میخواین برگردونین باید اینجا بیاین حتما حرف ایفر از روی از این لیست حرف ایفر انتخاب کنین که همون پسورد گردونه. قسمتی که سرچ گفتین اسمی باید اسمی کامل بنویسین تا نه سر اول اسمی مثلا درایو دی یا تی بنویسین یا نه اسمی باید کامل بنویسین؟ به کجا؟ همین قسمت هستین اینا بس حروف میشناسه یک اسمه. باشه من امیر دوباره بر شما کار کنم. فعلا هست درایو ما درسته. میایم روی دیسک منیجمنت رایت کلیک میکنیم، چنجر میزنیم و این ریموو میکنیم. یس حالا گم کرد درایو ما. اگر دوباره خواسته باشین بیاین میاین این قسمت رایت کلیک میکنین، چنج درایور که میزنین اد میکنین. دفعه پیشتر ما و شما ریموور زدین برای پاک کردن. حالا میاین ادر میزنین. ادر که بزنین اینجا لیست فقط با حروفه، اسم نخواسته شما سرچ هم نمیکنین، فقط یکی از اینا رو انتخاب میکنین.
من دیر انتخاب میکنم و اوکی میکنم. چون که شما درایو دیر حذف کردن باز هم بیارم، باید دیر بیارم. انتخاب کردن عالی آورد. اگر خواسته باشیم شما حرفی رو اسمی رو تغییر بدین، از اینجا میتونین رینیم کنین این اسمی رو تغییر بدین. خب انشالله که متوجه شده باشین. درس ما شما برای امروز همین موارد بود. یک تمرین کل موضوعات را انجام بدین، این موضوعات را کار کنید، سوال برخوردین.